زودتر زودتر رو زودتر حلیمه جان طاقت کن نزدیک ما هست زودتر سیگنال رو زیر کن زودتر آخر وکی گفتم خواهش میکنم زودتر یک طرف کنار التماس زود باش خیری التماس حلیمه حلیمه کم در حلیمه زیر کن گفتم آخر زیر کن یک طرف حلیمه چشمات را کشو خون خوردم زودتر خواهش میکنم خیری زودتر التماس زودتر گاز رو زیر کن زودتر در سیگنال رو زیر کن التماس چشمانت را کشو چشمانت را کشو التماس باز کمی طاقت کن حلیمه جان همش خوب میشود تو نجات مییابی از این طرفش گذر زودتر راه ده لباس عروسی هم کفنم میشود حلیمه جان چشمانت را کشو خواهش میکنم عزیزم حلیمه جان همش خوب میشود تو نجات مییابی آخر از این طرفش گذر زودتر حرکت کنید یک طرف و یک طرف راه ده میگویم خیری التماس میکنم از اینها گذر خیری گذر التماس خیری دیدی چارچشمه همه جا رو پر از خون کردم سرد وسواسی بد زبان بوده ای در نظر باشد پسری خوب می نمایی پدرم تو را میدارد روزت را میبینی ماشین را نگاه دار میگویم نگاه دار با من گوش کن نمیگویم کودک هستی تنت را سوراخ میکنم مرکز 5144 مرکز شما رو گوش میکنند با دقت همه گروه ها جنایتکار در راه 6 می رود سلاح دارد با دقت باشید یک کودک را گروگان گرفته است همش فهمو سردار طاقت کن پسر شیرم پدرت را خلاص میکنم واه نگاه کن چارچشمه کی ما را تعقیب میکند از تعقیب کردنش خوشم میآید وقتی بازی سر شد زودتر بادگی نکن در جایت شی پسرم آقا جون شما از هیجان چی گفتنه خانم هنر آرام شوید نجیب نام خبر داد از پس او هستم کمی بعد او را میدارم با پسرم یکان واقعه شود با دادرم چی میشود فکر نشو هیچ چیز نمیشود نجیب او را ساق سلامت گرفته میآورد حالی حلیمه چطور باشد بیچاره تنش پر از خون بود او را به بیمارخانه بردم سرم گرم شد از یک طرف حلیمه از طرفی دیگر الپری یا خدایا ما چی کار کنیم هنرم تو نوربانو و کودک ها را گرفته به خونه را من با بیمارستان میروم بچه ها شما را میبرم لیکن ما رو خبردار کنید میلش اوجا جان من با شما میروم نه تو با اپای گیروزت کمک رسون بیرم با بیمارستان رسیده باشم گویا که همه راه های استانبول را بستن این چه گپ هی با یک طرف از این طرفش گذر حلیمه جان عزیزم طاقت کن خیلی آخر گذرید ها را از برای خدا تو چی کار میکنی؟ یک راهی کوتاه از اونجا میبروی امان راهی کوتاه را من راهی راست رم غم مخور من این راه ها رو میدانم تو از کجا میدانی؟ برای خدا مانت جنجال را
خیری زودتر هایی کن زودتر خواهش میکنم راه راحت همین است. یا خدا این از کجا برآمد؟ اکنون دیدی چی کار کردی؟ راه را گشاید، بیماری تجلی داره. بس نست رو کار میکنی. اوه خدایا. آخر من چیکار کنم؟ خونش من نمیشود. رانا یکان چیستی خواهش میکنم زودتر. بهتون نگفته بودم که راست رفت. از برای خدا برای چی ایستاده میخواید یکان علاج کنید زودتر. بهتون نگفته بودم که راست رفت. اگر که داره بیا خودت هی کن. میرونم. تمام. آخر شما چیکار میکنید؟ حلیمه در دم مرگ است. از برای خدا یکان علاج کنید. خیری ماشین رو خفا گیر التماس. من نشکرم. همینش باز نمیرسید. از کجا برآمدی باز؟ گیر ماشینت را. تو رو بسر این چند برشی خدایا رو. باز چی شد آخر باز چی شد؟ هی ماشینت رو به قفا گیر. ماشین رو قفا گیر در پیش راه محکم است نمیبینی گذشتن لازم. اپا تو کسل چی؟ یک ماشین کلان هستیم دوچرخه نکن در این راهی تنگ خیلی به قفا روم. با من گوش کن. در ماشینمون یک پلیسی زخم دار است. یا ماشینت رو از اینجا میگیری یا سرت رو میکفونم تو رو هم به بیمارخانه میبری فهمیدی؟ تیزتر ای آدم ماشینت را گیر. ماشینت رو به قفا کودکم گیر. در کجاست؟ دخترم کودکم هم در اینجاست. بله میآیند حاضر میآیند. طاقت کن حلیمه جان خواهش میکنم کمی مانده است. دیدید؟ میمیرم. فرزندم رو دیگر نمیبینم. البته میبینی. مرا تنها نگذار. مرا التماس. هیچ وقت حلیمه خواب نکن. حلیمه با من نگاه کن گپ زن چشمانت را کشا. خیری التماس یکان کار کنید آخر التماس. خیری خدایا مدد رسول خدایا. حلیمه جان عزیزم. خدا کوری دور نمیبینی؟ نمیرسید. ماشینت آینه ندارد مگر؟ شما چی بلا هستید مگر؟ باز با کی گویم البته با تو. همتون را محکم میکنم. گیرید ماشینتان را. نمیشود. تفتیش رو من نمیشود. با من نگاه کن من تو رو مجاز میکنم فهمیدی؟ مجاز. نه تعمیر کرده بودم. با من گوش کنید. در ماشین دختر مرده ایستاده است. خیری رفته یکون ماشین رو من کن. اکنون چیکار کنم؟ آخر با عیبی تو در اینجا در آورده. خیری چی یک بیستید. نمیبینید حلیمه در دم مرگ است. زود تاکسی جر زنه زودتر. این ابله را بین. این را بین. ابله نمیخوای یک طرف استی؟ لعنتی یک رو. من میدونم چکل تو را از راه برارم. چشمه خیلی سخت‌تر دار. مردن پدرت را دیدن خواهی این را تماشا کن. احتیاط باش دادا. تو بشرم اگر الپرینم در ماشین نمیشود نشان میدادم.
بلا سنت نه التماس حاضر نه خوش چارچشمه پدری تو هم تیراندازی بد هم راننده بد بوده است این فکر تو دادن ماشین رو نسای میکنن معلوم ماشین راندنش را دیده ایستادم نه این دو چی است؟ پدرت کباب می شود به فکرم الپرد تو را خلاص میکنم پسرم یاری دهید خواهش میکنم آرابه کجاست زودتر به این جوزم بر بیاره زودتر حلیمه جان طاقت کن خدا بایسته حلیمه زودتر با او چی شد؟ دکتر افزایشی که پاس میزند حادثه کی روی داد؟ تقریبا 1 ساعت پیش خونش بسیار رفته است زودتر اتاق عملیات را آماده کنید گروهی خودش را باشد تشخیص کنید گروهی آ مثبت گروهی آ زودتر با اتاق عملیات زودتر حلیمه جان چشمانت را گشا همش خوب نشود حلیمه دکتر جان ما امروز نکاح داشتیم دکتر جان التماس او را نجات دهید چیزی که لازم باشد از دستتان بیاید کنید التماس من به او نمیتوانم زنده ماندنش در دست من نیست اما از دستم چیزی که آید میکنم تو آرام شو فقط دعا کن خودت را به دست گیر آقای دکتر دیگر چیکار هم کرده میتوانم چیزی که میتوانم گفتم دعا کن هرچی از دستمان آید میکنیم دوامش هرچی باشد کاری تر بیار میکشم تو را حیوان تو از حلیمه چی میخواستی مرا میکشتی حیوان خودتان را به دست گیرید مانید برای من شد به همش من گناهکارم
برو از ماشین. ما رو کجا آوردی؟ خروس جوجه لعنتی. این منزلی من است. بوی کرده میکشم بعد در اینجا گورت میکنم. لعنتی 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 سرت مرو. با خونه رفتن نخواهم. با نزدی مادرم. پدر و مادرت را باز یک بار دیدن خواهی. مرا خوش کن. زورت به ما نسید. با اکا ایگید نرسید. چی شد؟ اکا ایگید گفتم ترسیدی. شنیدی لعنتی. چیکار میکنی؟ سرت مرو سرت. سرت مرو سرت. ایستا نجنب ترمزک. سرت مرو سرت. آکای یگیتت آمده خلاص کند. سرت مرو سرت. سرت مرو سرت. سرت. استا نجنب. سرت مرو سرت. لعنتی. سرت. تو با مثل که پدرت مرده است چی نگاه میکنی؟ نگاه نکن لعنتی. نگاه نکن میکشم. من از تو نمیترسم. بعد با تو گپ میزنم. اول بدن پدر جونت رو غلبیر کنم انا بعد. سرت مرو سرت. جمشن حلیمه چی خیل شد؟ نویگری هست؟ تا حال جراحی دوام دارد. کی میبرایم؟ چی میگویم؟ از داخل کسی نمیبراید که پرسم. 2.5 ساعت باز در داخلند. همه‌اش برای من شد. خدایا این چی بدبختی. از الپرین یگون خبر هست؟ از فکری بسیار سرم گرنگ شد. اپا به سردار زنگ زدید؟ برادران ایزدشو در منطقه گم کردم، اما ماشینش رو میشناسم. اما وای میتواند ماشین رو عوض کند. عکسش هست سردارم؟ بله، تقسیم کن. واضح رفیقان، در این منطقه چقدر خانه کوچه باشد همش رو وجب میکوبید. بچه ها، از پشت این قاتل یک رفیقمون در بیمار خانه خوابیده است. باز در دستش یک کودک رو گروگان گرفته است. پسرم الپرین رو. سردارم غم نخورید، در خانه موشان درآید او رو میابیم. امیدوارم رفیقان. رفتیم بچه ها، اون حریف رو دستگیر میکنیم. بابا زنک نجیب بگو الپرین رو یافتی؟ متاسفانه زنک ایزش رو گم کردم. چی خیل گم کردی نجیب؟ چی خیل؟ اکنون نور رو پیدا کن. اگر با پسرم یگون چیز شود خدا میداند الپرین در چه حال است. انشالله یک طوری مویش کم نمی شود. پسرم رو میابم. طاقت کن. چی خیل طاقت کنم؟ پسر یگونم رفت، الپرینم رفت. حلیمه چه حال دارد؟ چی خیل می شود؟ 2.5 ساعت در جراحی می باشد. انشالله خوب می شود. نجیب با تو یک چیز می گویم. لبای زنک پسرم را پیدا کن. انشالله زنک، انشالله.
سردار نفری که سرکمیسر حلیمه رو زخمی کرده است گریخته است میگویند راست است؟ پسرتان رو گروگان گرفته است درست است؟ باشه ها الحال کمک شما به من لازم است. سردار اینها کی؟ یکیش تونچارچتین دیگرش پسرم الپرین یلماز. از شما خواهش این رسما رو در خبرهایتان استفاده برید. ممکن یگان کس دیده به ما زنگ زند. شاید در این حالت تیزتر به مقصد رسیم. زود به چوب دهید. سردار سرکمیسر حلیمه با جای دخترتون میباشد جان میدهد. پسرتون رو باشد یک دیوانه احزاب دزدیده است. از یک طرف وظیفه و از دیگر طرف باشد فرزندان چیز میکنه؟ پیدا کردم. یک زیارت میکنم. زنک جون دستانت در رو نبیند. پلو شاهانه شده است. تو نمیخوری؟ کمی پیش 2 طبق خوردم آز چند. 2 طبق؟ یا شوده. چیکار کنم؟ اکنون یک جان نه 2 جان دارم. مجبور هستم با جای 2 نفر خورم. باز چیکار کردی ها؟ نقل کن. هیچ کار. نه یک نفر میدارد نه میبراید. خوب شد که مرا به اینجا روان کردند. برای نگاهگیری کودک جای خوب است. محیط آرام و سالم. چی گپ شده باشد؟ میبینم در داخل کسی هست؟ چی شد با آسیب دیده است. کنی بیا 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 درم بیا 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 ناگهان یک صدا شد. مثل که ترک یکی از پاره ها پرید به پایین دلار رو گروگان گرفته است. اتکاوی این جنایتکار از طرف پلیس در همه گوشه و کنار مملکت ادامه دارد. اگر هر کسی در کجای این جنایتکار را بیند حتما به شعبه پلیس خبر دهد. احتیاط باشید جنایتکار سلاح دارد. یک مراتب عکس زیبایم را مانند میمورند آخر. به این نگاه کن. کسی بیند مرا دیوانه فکر میکند. انا اومد. احوالش چی خیل است دکتر جان؟ زنده میموند دکتر. دکتر جان گپ زدید حلیمه چی خیل است؟ نخواد که حلیمه فقط نگوید که مرده است. دکتر چی شر شده ماندی؟ خبرنگار رو ندیدی مگر؟ رحم کنید التماس مرا نکشید. دیلتون با کودک اشکمام نمیسوزد. از ما چی میخواهی؟ تیری پایم رو میبراری دکتر. نباشد التماس با شکمی زنت تونچر در اینجا بود مینویسم. التماس با او کاردار نشو. چیزی که میخواهی میکنم. آلی جناب تو همین قدر نجوم. آقای دکتر جراحی میکنه میبینی؟
دختر هنوز در درون است. تو را باید بیهوش کنم. جاغت را بند. خوب کردن. بیهوش کردن لازم نیست. من رو بیهوش کرده پلیس را جغ میزنی ها؟ عذاب میکشی. عادت کردم. طاقت کردن نمیتوانی. دکتر، دردی که تو میگویی من با چای میخورم با جای شکر. شروع کن. دکتر جان گپ زنید. حلیمه چی خیل است؟ با شما چی خیل گفتنم رو نمیدونم. تا بیمار رو با اینجا آوردن خونش زیاد رفته است. این رو شما هم ناز میدونید. یعنی احوالش خیلی بد است. هر وقت میتواند خانم حلیمه از دست رود. یعنی چی خیل؟ دکتر جان، حلیمه میمیرد. احتمال زنده ماندنش کم است، اما بس خدا میداند. چی کار کنیم دکتر؟ از دستمان هرچی باید کرده ایستاده. در زیر نظارت حتما نگاه میداریم. خدایا حلیمه رو مدد کن. من را گیر خدا جان. برا زنده گذار خدایا. حلیمه چشمت را گشا. حلیمه نگاه کن، همون در همین جاییم. حلیمه مدد کن. چشمت را گشا. فکر نکنید، حلیمه دختری با قوت است. این هم میگذرد. درست میگوید اپا. خدا جان مدد کن. اپا کودک ها در چه حالند؟ گیروز کودکان رو گرفته به خانه ما رفته. سردار خبری هست؟ نمیدونم چیکار کرد. یگان نویگری میشد زنگ میزد. از یک طرف حلیمه، از طرف دیگر پسرم. خدایا با ما یاری ده. گریه نکنید هنربا. نجیب سردار البته در پیرین رو ساق و سلامت می آورم. باز رابط گفته شما رو گرنگ میکنه. به خاطرم نرسون. یک بازیچه را حیف دانستیم برای پسرم. سردارم در کجایید؟ یگان خبری هست؟ هنوز نیست. گفته ایستادیم. جایی که ایزش رو گم کردم یک شهرچه است. با بچه ها ما در اینجا هستیم. سردارم وعده دهید که آن حیوان را یافته به من خبر میرسانید. غیر از من کسی او را دست نمیرساند. اول یابیم بعد میبینیم. سردارم با من وعده دهید. منش خبر میرسونم. خاموش کردنم در کار. همه جای ها رو یک بار بینید.
هر یک نفر دیگه رو پرسید. در همین جایها پنهان شدنش ممکن است. ای تو از سردار. این بنگاه تیبی رو هم یک بینیم. چقدر پول دارید بیارید زود. این چی است؟ سمکه زنت را بین. این رو بینید. زن و شوهر همگی 60 لیره دارد. هر دیتون رو میکشم. شوخی میکنید با من. اینها را برار. ماشین دارید؟ داریم. در بیرون. برای پایم دارو هم میدهید؟ دارو فایده نمی کند. اگر زخم رو زود تازه نکنی میکروب میزند. بعد قراسان میشوی. چیکار باید کرد؟ باید زود دکترای بس کنی. یعنی میگویی با تو میروم دکتر؟ همین طور؟ جواب ده. کشتید؟ پلیس دروغ شاید؟ این باز از کجا بر اومد؟ یکم دروغ بگوی. چی میخواهید؟ یک چیز پرسیدنی آمدم. یک گوریزه رو میکوبیم. التماس دروغ شاید؟ سند باز همون حریف از کجا من رو یافت؟ اینجا بیا. با من نگاه کن. دروغ شو. خوب گپ زن. یگان به عقلی نکنی باز. نباشد هم زند رو و هم کودکت رو میکشم. فهمانده توانستم. بیرو. مرحمت. بخیر است دکتر. در کجا بودی؟ ببخشید مشغول بودم.
چی شد؟ چی نگاه میکنی عثمان؟ رفتیم بچه رفتیم. این آدم رو در این جایها دیدی آقای دکتر؟ نه باری اول میبینم. احوالت خوب نمیتابد؟ بیمار هستی مگر؟ سرم کمی درد میکند. درست کشیده بودم. کمی پیش مشغولم گفتی؟ مشغول بودم. اگر اجازت باشد در اون رو یک دیده میتوانم؟ البته مرحمت. این وقتا سرکار هستی به فکر؟ سهر کودک را آوردن از بام افتیده. سرش زخمی بود. وای ببخشید من باید به حکومت شهر روم. دیر میمانم. آقای دکتر اگر یگان چیز دیدید یا شنویدید به ما خبر رسانید. خوب؟ البته شما همش رو نخورید. فکر میکنم من رو فهمیدید. حتما خبر رسانید. البته. جان آفرین دکتر. باز کمی کار کنی به تو آسکر میدهند. یعنی کودک از بام افتیده است. همین طوره این هم به سرمون بالا شد. این را گیر. زنت را ببند. او حامله است. شرگم نزن. ببند. یگید پسرم چی شده با؟ برایت غذا آوردم. شکمت رو سیر کن. نه یپا چه خیل خوردم. برای نفس کشیدن حتی حال ندارم. کیروس در خانه با کودک تنها ماند. رفته بین شاید به یگان چیز احتیاج دارد. مایلش خونه رفت. خیری پسرم تو هم رو. ما در اینجا میمونیم. تشکر. خدایا نجیب زنگ زد. اون درنده رو یافته است؟ خیش و تبارش رو پیدا کردن. زنش هست. باز امک بچهش هست. در قهوه خانه کار میکنند. ببخشید از برای خدا ببخشید. به جای الپیرین تونچر را فکر کردم یک دم. تونچر گفتنی شخص رو یابیم. الپیرین رو میابیم. کودک را به کجا برده باشد آن بیشرفی بیناموس. الپیرین حاضر چیکار کرده ایستاده باشه. ترسیدگی خنک خورده است. گرسنه مانده.
با شوهرتون شرکای و خورده بودی؟ یک چند روز می شود. شون قدم خبر نداده به خانه اومد. بعد؟ акам ро аз пӯяш баронд. Маро тарс дод ва баъд баромада рафт. Балод занад ӯро. даро. сардор, амакбачаи тунҷар Закиро ёфтем. биё кани Заки қаҳвачӣ. арамат бишин. хуш, якаме бо ту суҳбат кунем. بس سلام رانا جون بیو چی خبر؟ هنوز در زیر نظارت دخترها ناامید برین از آن پیرین هم یکم خبر نیست. یک چند روز پیش حلیمه از این خانه مثل فرشته با لباسای سفید برآمده بود. آخه چرا این طرف شد عقلم نمیرسد. کی میداند که پگاه چی میشود. آخه غیر از صبر کردن از دستمون کاری نمیآید. صبر اما صبر در دست ما نیست. آخر گناه این طفلکان در چیست؟ یکیش یتیم یکیش بیچاره. این خودش بی پدر خدا نکرده بی مادر نماند. هم بیچاره هم یتیم. چی ها میگویی؟ از جانی نبر آمده ناامید نمیشود. با این گپوی دلم رو سیاه نکن رانا. سیلا رو تو تامین کردی؟ چی علاقه دارد اکا؟ من در قهوه‌خانه کار میکنم. با سیلا چی کار دارم؟ با من نگاه کن ساقو. با چشمانم نگاه کن. چشمانی من با آدمی که دروغ را باور میکند مانند است. من چی گفتم مدیر اکا؟ روزی از حبس برآمدنش راست به پیش تو آمد. از کجا این حریف سلاح را یافت؟ نمیدونم اکا، به خدا نمیدونم. من قیدهای جنایتیت را دیدم. از پشت کیسه‌بوری به حبس غلطیدی. تا حال دوام میدادی. من شو نمیدم. دروغ تهمت است اکا. شخصانی که به من این گپ را گفتند خیلی با اعتماد هستند. اکا آخر ممکن یک چند بار کیسه‌بوری کردم بعد بس کردم به خدا پرت افتادم. تونچر سلاح را از کی گرفت؟ از یک نفر با نام حمید. همه حمید لز میگویند. حمید لز؟ سردار شما رو با تلفن. چی شد؟ از بنگاه تیپی زنی دکتر زنگ میزند. به فکرم وابسته به تونچر. آمدم. این با من در کار. چیکار میکنم اکنون؟ همه راه ها بسته. با تیاره و قطار نشستن نمیتوانم. حتی با بیرون برآمدن هم مشکل. تونچر سرت رو کار فرما. در همه جا من رو میشناسند. چغل میگریزم. تنها حمیدی لز مرا گریزانیده میتواند. تنها وی. الو حمید چخله؟ امشب زود و خورده نمان در کار. مایلش
ساعتی 10 در تکی پول. فکر کردم یاری لازم است بدرون در آورده. ناگاه بسرمون سیلو کشید. وقتی که من به اینجا آمدم در کجا بودی؟ شوهرم را ترسون مرا به درون جوان کشید. شوهرتان در کجا است حاضر؟ را برد قاتلی ارام را دزدید. نگاه کنید خانم، این وسواسی پسر من را هم دزدیده است. التماس خود را به دست گیرید و ما کمک رسانید. با چی رفتن؟ با چی؟ با ماشین شوهرم. برای کمکتان تشکر زیاد. آنها دور نرفتند. در این شهرچه نباشند، در گرد اطراف هستند. در کار باشه سردار اطراف رو هم میکابیم. لیکن اول از زن شماره تلفن و رقم ماشین شوهرش رو پرسید. بعد از پروکراتور اجازت گرفته و شعبه تکنیکی روید برای حبس کردن. مال سردار. لیما جان، برای خنده های زیبایت تمام هستیم را می بخشیدم حلیمه. حلیمه در کجایم؟ در بیمارخانه. دخترم کجاست؟ در خانه ابی هنر. در یادم هست من به مأموری نکاح بله گفتم. بعد از تو پرسیدند. تو چی گفتی؟ چی گویم؟ تو را پراندن، همه سرسان و پریشان شدیم. یعنی بله نگفتی؟ همینطور هستی؟ متاسفانه نگفتم. عجیب. در تویمون بودیم، حاضر در اینجا، در زیر نظارت. کی میدونه در چه حالت هست گیت؟ اکنون میفهمی اینقدر سال چه عذاب ها کشیدم. من میمیرم. التماس این طور نگوی. بگو. اگر میرم شهید میشم. البته همه وقت برای شهید شدن دعا میکردم. لیکن حاضر نی. تو البته شفا میابی. میدانم شفا
نمییابم. حس میکنم. مران در انجام نباشد ناخل را میکنم. خیر بگید به من وعده ده. برای چی؟ در جنازه هم گریه نکن مایلش. در جنازه شهیدان گریه نمیکنم. تو از به حالی چی گفتنت را نمیدانی. باز یک خواهش. گوی گپ زد خوشت را. این کاری ناتماممان را انجام ده. خوب شده است. یگید گندوز حلب حلیمه رو هنور را بزنی قبول میکنید. بله. سرکمیسر یگید شما هستید؟ بله چی گپ؟ یک نفر خواست که این را به شما دیم. خدایا این چی است؟ به خدا نمیدانم. دندان به دندان خون به خون. بله؟ برادرم هم چند روز در حال بیهوشی بود. در زندگی اصلا شخصی نزدیک رو از دست دادن چی بوده است؟ مرگش را با چشم خود دیدن چی بوده است؟ در کجا هستی لعنتی؟ ها؟ در کجایی؟ مرد باشی روی برویم برا. خیلی نزدیک هستم. حالا بیمارخانه را تماشا دارم. تو ایستا من می آیم. تو در اینجا مان. در کجا هستی لعنتی؟ برا حریفی ترسانچک. اکنون خیلی نزدیک شدم. چی نمیبینی مگر؟ من تو رو میبینم. محترمیگی فهمیدیم که کیم کدام حلیمه رو به زنی گرفتنی بودید. مبارک شود. بابا البته به دستم میافتی حریفی ترسانچک سگی لعنتی. اشتاب نکن. قصه ما نو شروع می شود. تو و من تا قیامت دشمن هستیم. دعا کن که تا یافتنی من تو را کسی دیگر نکشد. مرگ گفتی؟
اگر به جنازه‌ات نآمدم خفه نشو. سگی ترسانچک، تو یک ذره مردی نداری، یک ذره. هی! ایستا! چی شد؟ ببخش برادر. اینجا بیا. چی شد؟ در این نیمه شب مرا دعوت کردی؟ با تو کار دارم. چی کار؟ سرم در بلا است. قتل عام با موفقیت گذشت. نه، برعکس خیلی خون ریزی شد. یک توی را با خون رنگ کردم. سبیل مرا تعقیب دارند. گریخترم در کار حمید. افطوبوس، کشتی، ماشینی، بارکش، چیزی که باشد. با سوژه تیار کردن لازم. فایده من چی می شود؟ اینها کافی است؟ به جای پیش پرداخت می شود. دراز کردی رزگی بچه. در این دنیا کارها چخیل حل می شود. می دانی اول پول، پس آن چرم، پگاه وا می خوریم. ها، فراموش کردم، این رو می خواستی. پولم گذراندم، با من اجازت رفتم. پگاه در وقت نهار. اگر نموریم زنده مانیم. خدایا تو بزرگ هستی. به کمکت محتاج شدم. یاری رسان. پسر من هم باشد، بنده تو است. برای پسرم را ساق سلامت نجات دادن به من کمک کن. کمک کن. سردارم، احوالاتون خوب است؟ خوبم. دوام دهید.
اوه. Alperen, دودرکم. تو خوب نرفتی؟ آجا جان، دودرکم رو خیلی یاد کردم. من همه وقت با او دود میزدم. نترس دخترم. نصیب باشد برادرت رو میبینی. آجا جان، همه وقت گپوی بد میزدم. برادرت که بود نازت رو میبرداشت. گریه نکن. دیگر با او دود نمیزنم آجا جان. هیچ وقت. خدایا دختری زیبایی که من. خیل تو چورچشمه در نبودن من به عقلی نکردی همینطور نه؟ طاقتت طاق شد. دست و پایت درد میکند. دکتر کاری خوب نکردی. دیگر این کارت رو تکرار نکن. تو چی میگویی؟ چی شد لعنتی؟ دادم که تو رو دستگیر کند بعد نبینی. من میگویم که من تو رو مایده کرده دست و پایت رو به امنیت روان کنم. بعد پدرت چیکار میکند؟ از تو نمیترسم. پسرکم آمدی؟ آمدم. یگان نویگری هست؟ مثل که زمین کفید و با زمین در اومدم.
حلیمه چه خیل است؟ همون خیل. در نزدش اون کس است؟ یکیت از نزدش دور نمی رود. چی شد؟ این چیست؟ نمیدونم. مکتوب آپرین با ما نوشته است. نجیب خان. مادر مهربان، دادای عزیزم، میدونم از من رنجیده. برای چی رنجیده؟ چون که من یک کاری بد کردم. رابطی پاوری رفیقم را اجازت نپرسیده گرفتم. کاری که باید نمیکردم لیکن میکردم. چون که بازیچه نداشتم. از شما خواهش کردم که گیره لیکن نگرفته لیکن میلش من هم باید چیزی یک نفر دیگر را نمیگرفتم. چون که از من نبود. به اجازت دست دراز کردم و بعد بودن دوستی را به من آموخته. کاری کردم که خیلی بد بود و از شما بخشش پرسیدن کم است. خیلی شرم کردم. برای همین این مکتوب را نوشتم. میدانم شما را خیلی رنجاندم. التماس من را ببخشید. التماس پسر یگانه‌تان آپرین. دادا جان التماس دارم رو یابید. میابم. دخترم غم مخور. با خواست خدا میابم. خدا جزایش رو دهد. اولو را داریم. وظیفه ما از روی عدالت رفتار کردن است. باوری دارم که خدا گناه های این خیل آدمان را به جزا نمیماند. من یک به بیمارخانه روم. یگید رو بینم. میلش. غم نخور. به خبر نمیمانم. ناو خوابش بر سردار. روزی دراز در نزد پنجره انتظار بود. یک ثانیه هم دور نشد. ساعت چند شد؟ رفتنم لازم. مرا انتظارم. به کجا؟ تو رو رفتن نمیمانم حلیمه. اکنون به تو امانت. رفتنم لازم. حلیمه 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 ایستا نرو. حلیمه 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 به این طرف. حلیمه 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 دکتر نبض بیمار پست می شود. نفس کشیدن نمیتواند. زود اتاق جراحی را آماده کنید. خوب شده است دکتر. خدایا حلیمه رو نجات ده. نمون حلیمه.
التماس نمور طاقت کن دندانت را سخت زیر کن. بیمار را از دست میدیم. الکتروشوک رو بیارید. برق التماس حلیمه نمور حلیمه جان. از دستمون چیزی که آمد کردیم. التماس را دهید باری آخر را ببینم. حلیمه هم را با ببینم. نزدیم رفتنت فایده ندارد. حقیقت رو بپذیر. حلیمه جان. آرام شو. حلیمه. یکی خود رو به دست گیر. الو چی؟ اپا اوجا چی شد؟ حلیمه رو از دست داده بود. چقدر کودکی بدبخت مایده یک یتیم مرده. تو مرا مانده کجا می روی حلیمه جان؟ اجازه دید تا رویم. یکی بیا رفتی. حلیمه همش از برای من شد سردارم. بیخه گم نزن پسرم. از برای من باید من میمردم، اما بجای من او مرد. تقدیر خداست. از دستمون هیچ چیز نمی آید. سردارم اکنون من چیکار میکنم؟ من چه خیلی زندگی میکنم؟ یکی التماس با خود بیم. نه یکم و نه آخرین آدم استی.
این درد رو ببین. زیدی تقدیر رفته نمی شود. حیات با این به آخر نمی رسد. در دنیا با خواست خدا مومن. اکنون تو با من امانت میمانی. مادرت تو را با من امانت گذاشت. پس از این من هم مادرت و پدرت هستم. حامیان فیلم در مرکز پرودوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان و محرر غیور اشوری رستگان، مهندس ثبت آواز و تنظیم لطیف زوربیک، ترجمان الهام ظهوریان، راهبر گروه ایجادی فرهاد سفر، پرودوسر کامل جان سفر. بنقش‌ها آواز دادند: فیروز کومل، عاطف قادر، ناظم ملیک، ملاحت بانو، نسای محمد جان، سلطان مراد بابا مراد، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، نظیرمن موسی و دلربا بانو، صلاح الدین شکور، زهرا بانو، فرقت، مهر نسا، خوشنو و دیگران. پایان بخش 24